سلام به نوتس آف مای خوش اومدین. من رزام و این قسمت قراره که کار کردن با ترمینال رو یاد بگیریم. یه سری کامنت های مرسوم رو یاد میگیریم و کامنت های ابتدایی هستن که هر لینوکس یوزری باید بلدشون باشه. قبل از اینکه بریم سراغ ترمینال یه نکته ای هست که میخواستم بهتون بگم. ببینید، ما وقتی که ویندوز رو نصب میکردیم میرفتیم سراغ نصب کردن برنامه ها. حداقل من اینطوری بودم که یه وینروی رو نصب میکردم و بعد میرفتم از سایت صاف 98 کلی فایل برنامه‌ای که میخواستم رو میگرفتم و یکی یکی اکسترکتشون میکردم و شروع به نصبشون میکردم. دلیلی که من این کارو میکردم این بود که یه آشنایی حداقلی با ویندوز داشتم. میدونستم که چطور باهاش کار کنم و تقریبا با تنظیماتش آشنا بودم و یه چیزای حداقلی رو ازش میدونستم. شما که الان لینوکس رو نصب کردین یه محیط گرافیکی دارین که درسته که یه خورده براتون غریب است، ولی تقریبا ماهیت کار همونه و اگر توش بگردین این ستینگشه که میتونید با تنظیماتش آشنا بشین و فضاهای دیگه‌اش رو هم بگردین و تقریبا دستتون میاد که چطوری باش کار کنید. برای همین من فکر میکنم که شما بتونید با این محیط گرافیکی تعامل داشته باشین و یه راست بریم سراغ ترمینال و یاد بگیریم که چطور از ترمینالمون استفاده کنیم. ترمینالی که روی KD پلاسما به صورت پیش‌فرض نصبه کنسول هستش که اگر من اینجا سرچش کنم این فضا رو داریم ما. من زوم میکنم تا شروع کنیم به کامند زدن. اولین کامندی که یاد میگیریم کامند PWD هستش. Print Working Directory هستش که وقتی من اینترش بزنم میفهمم که الان توی ترمینالم کجا هستم. من توی دایرکتوری هوم و نوتس آف مای رود هستم که برای یوزر خودمه. اگر دقت کنید شما قبل از اینکه بریم ادامهش، ما وقتی که قسمت قبلی داشتیم لینوکسمون رو نصب می‌کردیم یه دونه یوزرنیم داریم که اون یوزرنیم رو ما اینجا مشاهده می‌کنیم و بعد از اون یه دونه هاست نیم داشتیم، همون نیم کامپیوترمون که به صورت پیش‌فرض این رو قرار داد و اون هم اینجا نوشته شده. به این چیزی که اینجا هست در کل میگن پرامپت و تشکیل شده از یوزرنیم ما به علاوه ادساینی هستش و هاست نیم ما هستش که وقتی که ما وارد محیط ترمینالمون میشیم توی هر خط این رو میبینیم و به ما کمک میکنه که بفهمیم با چه کاربری داریم دستورات رو ران میکنیم. خب دستور PWD رو ما یاد گرفتیمش و فهمیدیم که الان کجا هستیم. دستور بعدی که میخوایم یاد بگیریم دستور ls هست. ما فهمیدیم کجاییم و با دستور ls میفهمیم که در اون جایی که هستیم چه چیزهایی وجود داره و ls میاد لیست میکنه دایرکتوری و فایل هایی که من توی اون مسیر دارم رو. دستور ls چند تا سویچ هم داره که برای ابتدای کار من فکر میکردم که نباید بگم، ولی سویچ های معروفی هستن و به خاطر سپردنشون راحت تره. اگر ما ls-a بزنیم که دقت کنید که این دش با این آندرلاین متفاوته و شما موقع کامند زدن باید از دش استفاده کنید. خب ما اگر ls-a بزنیم که همون all هستش که به صورت کوتاه شده A می نویسیم، اگر اینترش کنیم همه فایلایی که توی مسیر نوتس آف مای رود وجود داره رو نشون میده، از جمله فایل‌هایی که مخفی هستن. و سویچ دیگه‌ای که وجود داره ls-l هستش که وقتی من اینتر بزنم میبینید که چیزایی که وجود داره رو با جزئیات بیشتر به من نشون میده. شاید شما از این جزئیات فقط یه دونه تاریخ و زمانش رو بفهمید که مثلا 6 جولای هستش ساعت 11:03 و این یوزرنیم نوتس آف مای رودی که وجود داره و دوتا نوشته شده، یکیش مربوط به یوزر من است و یکیش مربوط به گروهی که من توش قرار دارم و چیزهایی که با DR شروع شده اینا مربوط به پرمیشن های من هستن و مربوط به دسترسی هستن که توی قسمت های بعدی یاد میگیرین. شما فعلا این رو بدونید که ls-l به ما جزئیات بیشتری میده.
شما میتونید این دوتا سویچ رو همزمان هم استفاده کنید، یعنی ls-la بگیرید حتی. و شما الان همه فایلاتون رو از جمله فایل های هیدن رو دارید با جزئیات بیشتر. دستور دیگه‌ای که یاد میگیریم دستور کلیر هستش که وقتی ما میزنیم ترمینال رو پاک میکنه و به من کمک میکنه که توی محیط خلوت‌تر به شما یاد بدم بقیه کامنت ها رو. خب ما الان یاد گرفتیم که با pwd به ما نشون میده که میگم pwd. آره. من cd رو می نویسم و میخوام برم داخل دایرکتوری دانلودز، مثلا داون رو می نویسم. اگر من الان تب بزنم به صورت خودکار خودش بقیهش رو پر میکنه. ولی نکته‌ای که هست اگر دی او بنویسم و تب رو بزنم، اتفاقی که میفته به من میگه که شما دو تا دایرکتوری دارید که با دی او شروع میشه، یکیش داکیومنت و یکیش دانلودز. پس من باید یه حرف دیگه هم بزنم که تکمیل خودکار اجرا بشه. من دی او سی می نویسم و اگر تب رو بزنم برام داکیومنت رو خودش پر میکنه. من اینتر رو میزنم و وارد دایرکتوری داکیومنت هم میشم. حالا میخوام برگردم به دایرکتوری قبلی. کاری که میکنم cd دو نقطه هستش و وقتی اینتر بزنم برمیگردم داخل دایرکتوری قبلی. اگر من cd و یه دونه نقطه بنویسم و اینتر رو بزنم اتفاقی نمیفته. پس ما این رو میفهمیم که یک نقطه یعنی جایی که من هستم و دو نقطه یعنی جایی یکی قبلی تر از جایی که من هستم. و شما میتونید این رو به این صورت به خاطر بسپارید. یه نکته دیگه ای هم که هست اینه که ترمینال من حساس به حروف بزرگ و کوچیک. اگر من الان cd موزیک رو بنویسم، اگر تب رو بزنم الان اتفاقی نمیفته. ولی اگر ام رو با حرف بزرگ بنویسم و تب رو بزنم خودش کامل متوجه میشه. پس ما باید به حروف کوچیک و بزرگ توی ترمینالمون دقت کنیم. من باز هم دستور کلیر رو میزنم، ولی این بار میام با استفاده از پیج آپ و پیج داون که در واقع فلش های بالا و پایین روی کیبورد من هستن و با استفاده از فلش بالا میرم به کامنت هایی که قبلا زدم. اگر من پیج آپ رو بزنم میبینید که اینها کامنت هایی هستن که من قبلا زدم و میگردم دنبال کلیر میگردم و اینترش میکنم. خب پس ما تا الان آشنا شدیم که pwd چی کار میکنه، ls چی کار میکنه و cd چی کار میکنه و فهمیدیم که ترمینالمون حساس به حروف بزرگ و کوچیکه. cd دو نقطه رو فهمیدیم، cd یک نقطه رو فهمیدیم، کار کردن با تب رو فهمیدیم و اسکرول کردن بین کامنت هایی که قبلا زدیم با استفاده از پیکان های بالا و پایین. یه نکته دیگه ای هم که وجود داشت که من باید میگفتم این بود که من اگر مثلا الان برم داخل دایرکتوری موزیکم و اینجا ls میگیرم هیچی نیستش، من الان میخوام برم داخل دایرکتوری هوم و نوتس آف مای رودم که یوزر من هستش. اگر من cd خالی رو تایپ کنم و اینتر بزنم میرم به همون محیط. حتی من هر جایی هم باشم دوباره اگر cd خالی رو من تایپ کنم میرم به notes of my road و در واقع یوزر خودم. و cd تیلدا رو هم ما داریم. این تیلدا رو شما میتونید که با استفاده از دکمه بالای تب بزنید، شیفت و اون دکمه رو بزنید به این تیلدا میرسید. اگر من این رو بزنم میرم داخل هوم و یوزر خودم که pwd بگیرم، من اینجا هستم. و چون که
یوزر خودم یه دایرکتوریه که همیشه من استفاده میکنم ازش. این مسیر کوتاه واسش تعریف شده توی لینوکس تا من بتونم راحت‌تر بهش دسترسی داشته باشم و هر جایی که هستم میتونم با زدن یه CD خالی برم توی هوم خودم. کامند بعدی که میخوایم یاد بگیریم کامند تاچ هستش. من اگر برم و وارد محیط گرافیکیم بشم، میبینید اینجا یه فایلی ساخته شده. من میتونم راست کلیک کنم، کرییت نیو رو بزنم و یه دونه تکست فایلی رو ایجاد کنم و به این سادگی میتونم یه دونه فایل ایجاد کنم، یه فایل خالی که تکست هستش. اگر من بخوام این کار رو با محیط ترمینال انجام بدم، باید از دستور تاچ استفاده کنم. من مینویسم تاچ و اسم فایلم رو مینویسم. بذارید من وارد یه دایرکتوری دیگه بشم، CD مثلا موزیک. خب من میخوام یه فایلی به اسم آرتیست مورد علاقم مثلا درست کنم. دستور تاچ رو وارد میکنم و مثلا یه اسمی بهش میدم، مثلا NF. اگر من LS بگیرم میبینم که یه دونه فایل دارم به اسم NF و ما یاد گرفتیم که با دستور تاچ میتونیم یه دونه فایل ایجاد کنیم. خب وقتی ما یاد گرفتیم که یه دونه فایل ایجاد کنیم، باید یاد بگیریم که یه دونه هم فولدر ایجاد کنیم که اگر ما داخل فایل منیجرمون بریم، مثلا توی همین دسکتاپمون، اگر من راست کلیک کنم کرییت نیو رو بزنم، میتونم یه فولدر باز کنم به اسم مثلا همون NF و ما میتونیم که از طریق راه گرافیکی به سادگی این کار رو انجام بدیم. ولی ما داریم که ترمینال رو یاد میگیریم. توی ترمینال دستوری که داریم برای این کار mkdir هستش، make directory. و اگر من make directory کنم و یه اسمی بهش بدم، اگر اینتر کنم برای من خطا میده و میگه که یه فایلی به اسم nf وجود داره از قبلا و شما نمیتونید یه دونه دایرکتوری به این اسم ایجاد کنید. خب کاری که ما میتونیم بکنیم، همونطور که گفتیم، ترمینال ما حساسه به حروف بزرگ و کوچیک. خب من میتونم از این تریک استفاده کنم و به حروف بزرگ nf رو بنویسم و اگر این اینتر رو بزنم میبینیم که با موفقیت ساخته شده. و یه سویچ معروفی که داره mkdir، سویچ دش پی هستش، با پی کوچیک البته، که به ما این قابلیت رو میده که دایرکتوری های تو در تو بسازیم. مثلا من همین دایرکتوری nf رو دارم، nf رو تایپ میکنم، اسلش آلبوم 1 رو وارد میکنم، اسلش موزیک 1 رو وارد میکنم و اینتر رو میزنم. اگر ls بگیرم من و برم داخل دایرکتوری nf، دوباره ls بگیرم، یه دایرکتوری به اسم آلبوم وجود داره و اگر برم داخل آلبوم، یه دایرکتوری به اسم موزیک وجود داره که اگر برم داخلش، یه دایرکتوری خالی هستش. خب پس ما تا الان یاد گرفتیم که بفهمیم چجوری کجا هستیم، چیزایی که داریم رو لیست کنیم، داخل چیزایی که داریم سویچ کنیم، چطوری یک فایل ایجاد کنیم و چطوری یه دونه دایرکتوری ایجاد کنیم و سویچ های اینا رو هم یاد گرفتیم. الان چیزی که میخوایم یاد بگیریم دستور کپی هستش. خب من میرم داخل دایرکتوری موزیکی که داشتم، اگر ls بگیرم یه دونه فایلی به اسم nf داشتیم که با هم دیگه ساختیم. من میخوام nf رو کپی بگیرم ازش. دستوری که برای کپی استفاده میکنیم توی ترمینال دستور cp هستش. من cp رو مینویسم و میگم بهش که میخوام فایل nf رو کپی کنم و یه اسم جدید براش میذارم. اسم جدید مثلا چی باشه؟ nf-copy. اینتر رو میزنم. اگر ls بگیرم الان یه دونه فایل nf دارم و یه دونه
nf-copy و یاد گرفتیم که چطور با دستور cp یک فایل رو کپیش کنیم. خب دستور دیگه‌ای که ما می‌خوایم یاد بگیریم دستور mv هستش. mv دو تا کاربرد داره که کاربرد اولش انتقال دادن یک فایل هستش و در واقع یه چیزی معادل کات هستش. اگر من الان ls بگیرم ما دو تا فایل داریم به اسم nf و nfcopy. من میخوام nfcopy رو انتقال بدم به دایرکتوری nf. برای این کار میام و mv رو مینویسم. چیزی که میخوام انتقال بدم nf-copy هستش و جایی که میخوام انتقال بدم رو مینویسم nf با حروف بزرگ. اگر من این رو اینتر کنم در واقع ساختار دستور این بودش که من mv رو وارد میکنم و میگم میخوام یک چیزی رو موو کنم و اون چیزی که میخوام موو کنم nf-copy هستش و بعد بهش مسیر میدم و اون مسیر دایرکتوری nf هستش. اگر من این رو اینتر کنم و ls بگیرم میبینیم که nf-copy الان اینجا وجود نداره. اگر بریم داخل دایرکتوری nf و ls بگیریم میفهمیم که nf-copy منتقل شده به اینجا. کاربرد دیگه‌ای که دستور mv داره رینیم کردنه. در واقع کار جدایی رو انجام نمیده. انتقال دادن چیزی به یه جایی در واقع همون رینیم کردن مسیرشه و وقتی که ما مسیر رو عوض کنیم در واقع میتونیم اسم فایل رو هم عوض کنیم. اگر من بخوام الان nf-copy رو رینیم کنم میتونم بنویسم که mv چیزی که میخوایم رینیم کنیم nf-copy هستش و به چه اسمی میخوایم رینیمش کنیم؟ مثلا nf-co. اگر این رو اینتر کنیم و ls بگیریم میبینیم که فایلمون رینیم شده. خب ما چیزایی که یاد گرفتیم دوباره مرورش میکنیم. pwd، ls، cd، دستور تاچ رو یاد گرفتیم، دستور mkdir رو یاد گرفتیم، دستور کپی رو یاد گرفتیم، mv رو برای کات یاد گرفتیم و رینیم کردن. دستور دیگه ای که میخوایم یاد بگیریم دستور rm هستش برای ریموو کردن فایل هامون یا دایرکتوری هامون. خب من دوباره ls میگیرم. الان یه دونه دایرکتوری داریم به اسم آلبوم 1 و یه فایل به اسم nf-co. من میخوام فایل nf-co رو ریمووش کنم. از دستور rm استفاده میکنم و اسم فایلم رو مینویسم nf-co. اگر اینتر بزنم و ls بگیرم فایلم حذف شده. خب میخوام همین کار رو برای آلبوم هم انجام بدم. دایرکتوری آلبوم 1 rm آلبوم 1 رو میزنم و اینتر رو میزنم و میگه که من نمیتونم آلبوم 1 رو ریمووش کنم. چرا؟ چون ایز دایرکتوری نوشته که این دایرکتوری است و نمیتونم من دایرکتوری رو حذفش کنم. سویچی که ما برای حل این مشکل استفاده میکنیم rm-r هستش. اگر من با استفاده از سویچ -r آلبوم 1 رو وارد کنم میتونم با اینتر زدن ریمووش کنم و الان دیگه آلبوم 1 وجود نداره. خب ما چیزایی که یاد گرفتیم رو مرور میکنیم. pwd برای print working directory بود. ls برای لیست کردن بود و سویچاش رو هم یاد گرفتیم. با cd میتونستیم توی دایرکتوری همون جابجا بشیم. با دستور تاچ میتونستیم فایلی ایجاد کنیم و با mkdir میتونستیم فولدر ایجاد کنیم. دستور cp رو برای کپی داشتیم، دستور mv رو برای کات و رینیم داشتیم و دستور rm رو با سویچ هایی که دیدیم برای ریموو کردن فایل یا دایرکتوری هامون داشتیم. نکته‌ای که هست و اگر بهش دقت کرده باشین هر دستوری که ما وارد کردیم یک کاری رو انجام میداد. یعنی pwd تنها کاری که انجام میداد این بود که به ما نشون میداد که ما کجا هستیم. ls تنها کاری که انجام میداد لیست کردن بود و با سویچ هاش در واقع این کار رو به بهترین نحو انجام میداد. ما میتونستیم سویچ هامون رو وارد کنیم و جزئیات بیشتری رو ببینیم ولی در واقع ماهیت کار همون
لیست کردن و نشون دادن چیزایی بود که ما داشتیم. خب به این ترتیب شما کار کردن ابتدایی با ترمینال رو یاد گرفتین و دستورهایی که الان اینجا میبینید رو هم با همدیگه یادشون گرفتیم. هنوز برای نصب کردن پکیج ها و نرم افزارها زوده و 2 قسمت دیگه هم با ترمینال کار میکنیم و بعد میریم سراغ شخصی سازی لینوکسمون. CD تنها کاری که میکرد سویچ کردن بین دایرکتوری های ما بودش و تاچ فقط فایل میساخت و MKDIR فقط فولدر میساخت. یعنی در واقع یه دستوری نداشتیم که هم فایل بسازه هم فولدر بسازه برای ما. دستور CP فقط کپی میکرد. دستور MV درسته که هم انتقال میداد و هم رینیم میکرد ولی ماهیت کار یکیه. در واقع انتقال دادن چیزی در واقع همون رینیم کردن مسیرشه و این دستور هم 2 تا کار رو انجام نمیداد، یک کار رو انجام میداد ولی ما فکر میکنیم که این داره 2 تا کار رو انجام میده. و دستور RM حذف کردن رو انجام میداد و درسته که حذف کردن فایل با حذف کردن دایرکتوری متفاوت بود ولی این کار رو با سویچاش انجام میداد و این ما رو یاد اصل یکی یونیکس میندازه که هر ابزاری یک کاری رو باید انجام بده ولی اون کار رو به بهترین شکل انجام میده. مثلا همین دستور RM یک کار حذف کردن رو انجام میداد و با استفاده از سویچ‌هاش این کار رو به بهترین شکل انجام میداد. یک سویچی داشتیم برای حذف کردن دایرکتوری هامون و یک سویچی برای حذف کردن فایل های عادیمون و کلی سویچ های دیگه ای هم دارن که ما فقط سویچ های معروفشون رو روی این قسمت دیدیم. پس تا اینجای کار کافیه، من قسمت بعدی میبینمتون.